با سلام و وقت بخیر. در برنامه سیما ثابت در خدمت شماییم. در ایران فیلتر شکن دیگه یک ابزار نیست، بخشی از زندگی روزمره است، برای دیدن یک ویدیو، برای جستجوی یک واژه، برای ارتباط با جهان. اما حالا خبری آمده که در همون ساعت‌های اول خشم زیادی رو برانگیخته. دانشگاه تهران قرار به اینترنت بدون فیلتر دسترسی داشته باشه، یعنی همون شبکه‌ای که برای میلیون‌ها ایرانی بسته است. اون شبکه برای گروه خاص قرار آزاد بشه. حکومت میگه هدف پژوهش علمیه، اما واقعیت عمیق‌تری پشت این تصمیم پنهانه. آزادی دیجیتال حالا امتیاز طبقه‌ای شده. در این برنامه بررسی می‌کنیم چرا فقط دانشگاه تهران و نه همه مردم ایران. چه بازی پشت این موضوعه و چطور اینترنت از ابزار ارتباطات و دانش به ابزار تبعیض تبدیل میشه. 3 مهمان داریم: سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری، مهدی سارمی، روزنامه‌نگار حوزه فناوری و همینطور در ادامه با عرفان ثابتی، جامعه شناس و پژوهشگر فلسفه صحبت خواهیم کرد. خوش آمد میگم به دو مهمانی که الان همراهشون هستیم. خانم تحویلی، شما بفرمایید که الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟ ببینید، به زبان خیلی ساده اگه بخوام بگم، فیلترینگ مثل این هستش که شما در یک بزرگراه دارین حرکت میکنین و پلیس جلوی شما رو میگیره و اجازه نمیده از مسیرهای مختلفی برین، یا سرعتتون رو کنترل میکنه یا مسیرها رو براتون میبنده. وقتی که در این حالت، در این مثالی که الان داریم، اجازه داده میشه حالا به یک نهادی که در این مثال دانشگاه تهران هست دسترسی داشته باشه به اینترنت بدون فیلتر، در واقع یک راه فرعی برای اونها باز میشه که در اونجا دیگه اون نظارت و اون مسئول‌سازی که توسط حالا پلیس هست در این مثالی که گفتم وجود نداره. بسته به اینکه فیلترینگ به چه شکلی انجام بشه، چون روش‌های مختلفی وجود داره برای خود فیلترینگ، بسته به اون خب اون رو میتونن در یک دامنه مشخص، در یک سرور مشخص از کار بندازن، یعنی فعال نکنن، و اون وقت افرادی که از اون سرور استفاده میکنن به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارد. معمولا در فضاهای دانشگاهی برای اینکه شما از اینترنت دانشگاه استفاده بکنید، در شرکت هم همینطور هست. معمولا شما یک اکانت، یعنی یک شناسه کاربری دارین که از اون استفاده میکنه. یعنی اگر من مثلا وارد محیط دانشگاه تهران بشم، با ایمیل خودم بخوام وارد اینترنت بشم، احتمالاً برای من مسدود هست. یعنی این هم یک روشی هست که فقط برای اون اکانت هایی که در واقع به نوعی افیلییتد هستن، در اون دانشگاه یا دانشجو هستن یا استاد هستن، این امکان برقرار میشه. و خب این رو برای بقیه مردم برقرار نکردن. فراموش نکنیم که این اینترنت بدون فیلترینگ برای وزارتخونه‌های مثل وزارت اطلاعات خب از قبل وجود داشته و الان حالا دیگه لطف کرده جمهوری اسلامی و اجازه داده دانشجوها و محققان حالا تا حدی دسترسی داشته باشن. بسیار خوب. آقای سارمی شما بفرمایید که این که دارن میگن اونهایی که به اینترنت دانشگاه وصل هستند امکان دسترسی مستقیم به یوتیوب رو دارن، دقیقاً از نظر فنی یعنی چی؟ بله، این در حقیقت یک سیاست‌های جمهوری اسلامی داره به اسم سیاست‌های مسدودسازی، همونطور که خانم تحویلی گفتن، که در اون وقتی که شما به عنوان یک کاربر تقاضا می‌کنید که وارد یک سایت بشید، سرورهایی که در واسطه هستن چک می‌کنن ببینن که شما می‌خواید وارد چه سایتی بشین. اگر اون سایت‌های جمهوری اسلامی بسته باشه، خب طبعاً وصل نمیشید. اما راه‌های زیادی برای وصل شدن به اینترنت وجود داره در ایران. یک راهش اپراتورها هستن، یک راهش شرکت مخابرات هست و یک راهش هم به هر حال دیتا سنترها هستن. دیتا سنترها اینترنتشون رو فقط به مشتریای خاص میدن، یعنی به کسب و کارها، بیزینس ها، دانشگاه ها و چیزهای شبیه این. بنابراین اگر جمهوری اسلامی سر راه دیتا سنترها بیسته و به اونها بگه که برای شما یوتیوب بازه، خب طبعا کاربری که از مسیر دیتا سنترها وصل میشه، یا حالا چه دانشگاه باشه، چه استارتاپ باشه، چه کمپانی های به اصطلاح فناوری باشه، یا هر کسی که به هر حال بخواد از این رانت استفاده بکنه، اون درگاه براش بازه و میتونه در حقیقت تقاضایی که میفرسته برای یوتیوب با پاسخ مثبت مواجه میشه و جمهوری اسلامی میبینه که این داره در هر حال میخواد یوتیوب رو ببینه، اونجا براش باز میکنه، چون از این مسیر اومده. حالا اگه همون کاربر شب بره خونهشون با گوشی موبایل خودش وصل بشه به یوتیوب، طبعا نمیتونه وصل شه، چون از اون مسیر در حقیقت متصل نیست به اینترنت. صحبت رو با خود شما ادامه میدم. ببینید، وقتی یک کسی داره از اینترنت داخلی استفاده میکنه، سایتی که بهش وصل میشه یا پلتفرمی که بهش وصل میشه رو اون نهاد میتونه کنترل بکنه. یعنی دانشگاه تهران میتونه بفهمه که چه کسی در کجا، در چه موقعیتی، چه محتوایی رو نگاه کرده. یعنی این فقط این نیست که یک گروهی این رانت رو پیدا میکنن، در این حال به طور ذره بینی میتونن مانیتور هم بشن.
به هر حال ساختار کلی جمهوری اسلامی همینطوریه. یعنی وقتی به سیاست‌های تفکیک ترافیک، یعنی تکنولوژی تفکیک ترافیک دسترسی پیدا کرده، طبعا دیتای کاربری همه کاربران رو داره و اگر بخواد، البته این دیتا به صورت پسیوه، یعنی اینکه همه جا ثبت میشه. بعدن اگه بخوام برن دنبال کسی ببینن که اون مثلا در فلان تاریخ پشت کامپیوتر دانشگاه نشسته چه سایت هایی دیده، میتونن اینو ببینن. به این معنی نیست که اکتیو بدونن در لحظه کی رفته فلان کانال برن سراغش یا کی نرفته، ولی چون حجم دیتا خیلی زیاده و توان اینو ندارن. ولی اگر به یک کسی مشکوک بشن و اون فرد در داخل دانشگاه به یه سایتی رو دیده باشه یا یک کانالی در داخل یوتیوب مراجعه کرده باشه، طبعا تا یه بازه زمانی که اینا داده ها رو نگه میدن رو سرورشون، میتونن به نوعی تجسس بکنن از این در حقیقت کاربری و کاری که فرد کرده. خانم تحویلی، اشاره شد به این که این به هر حال یک جور رانت محسوب میشه. چه نهادهایی، چه سازمانهایی، چه گروههایی میدونیم که الان دسترسی بدون این فیلتر دارن به اینترنت برای سایت های مختلف از جمله یوتیوب؟ یعنی اینها از خود در صحبت پیش آمد که این از چندی پیش، از خیلی وقت پیش، یه گروه ها و یه نهادهای دسترسی کامل و دائمی داشتن به اینا. درسته. سیستم‌های امنیتی اطلاعاتی در ایران که تعدادشون هم کم نیستن، فکر می‌کنم نزدیک 16 17 تا سازمان امنیتی اطلاعاتی وجود داره. خب اینها همه اینترنت بدون فیلتر دارن. حالا الان وارد بحث دانشگاه‌ها شده، ولی اینکه یک لیست کامل من داشته باشم که دقیقاً کجاها هستن اون رو نمیدونم، ولی میدونم که به این بسته‌های اینترنتی به شکلی بود که بسته‌های وجود داشتن، حالا در قالب‌های مختلف. مثلا یه دفعه قرار بود که سیم کارت‌هایی رو بدن که این محدودیت فیلترینگ رو نداره، حالا بهانه توریست‌ها، ولی تولید شده بود. حالا اینکه دادن یا ندادن اون یک بحث دیگه است. یعنی وجود داشتن سیم کارت هایی که شما میتونستین به اینترنت بدون فیلتر متصل بشین و همونجوری که گفتم اون سازمان ها. ولی چه کسی داره این کار رو انجام میده؟ در یک کلمه خب به شکل مشخص جمهوری اسلامی و نهادی که اسمش هست کمیته فیلترینگ که 13 عضو داره. و چیزی که جالب هست اینه که در این 13 عضو که کارشون در واقع این هستش که بیان بررسی بکنن چه محتوایی، چه وبسایتی، چه چیزی باید فیلتر بشه یا رفع فیلتر بشه، یا چه کسایی میتونن دسترسی به اینترنت بدون فیلتر داشته باشن. در این کمیته که 13 نفر از سازمان‌های مختلف وجود دارن، فقط یعنی 3 عضو هستن که به تکنولوژی مرتبط هستن: وزارت ارتباطات، وزارت علوم و یک کارشناس مخابرات. بقیه 10 عضو همه از سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی هستن، از قوه قضاییه بگیریم تا پلیس، بگیریم تا وزارت ارشاد بگیریم. یعنی در واقع سازمان‌هایی که هیچ ربطی به اینترنت، به تکنولوژی ندارن، ولی در این کمیته حضور دارن یک نماینده از اونها. البته آموزش پرورش هم هست، ولی در بهترین حالت 3 تا 4 عضو از 13 عضو تصمیم میگیرن که چه محتوایی تا چه زمانی مسدود باشه یا نباشه. و خب این در واقع فاجعه هستی. اگر شما به اینترنت مثل آموزش، مثل حق دسترسی به آموزش نگاه بکنین، این هستش که در یک کشوری تصمیم میگیرن که چه کسانی درس بخونن یا چه کسانی درس نخونن. ما سالهاست جهان گذشته از همچین مباحثی. آقای سالمی‌فر، از وقتی که این خبر آمد خیلی واکنش ها در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاد بوده بهش. مثلا یک کاربری نوشته که ته استدلال طرفداران اینترنت طبقاتی همینه: اون مردم اونقدر عاقل و بالغ نیستن که خودشون دسترسی کودکشون به محتوای نامناسب رو محدود بکنن. از نظر اینها، یعنی جمهوری اسلامی، همه این مردم کودک و نابالغن و قوه تشخیص ندارن و حکومت باید نقش والد رو به عهده بگیره. واقعا در فضایی که در جهانی که اینقدر کوچک شده، اینقدر به هم مرتبط شده، چقدر حکومت تا الان تونسته با این فیلترینگ جلوی دسترسی مردم رو بگیره؟ ممکنه سخت‌ترش کرده باشه، ولی تا وقتی که اینترنت رو به طور کامل قطع نکنه، عملاً به هر حال با VPN و روش‌های دیگه مردم دسترسی خودشون رو حفظ میکنن. بله، یه در حقیقت مسئله معروفی هست که سانسور معمولا از دریچه اخلاق وارد میشه. وقتی ما مراجعه میکنیم به مثلا رفتار دولت نازی یا مثلا دوره استالین در شوروی و اینها، میبینیم که همه این سانسورگرها از
دریچه اخلاق وارد شدن. اتفاقا در جمهوری اسلامی مسئله کودکان خیلی موضوع قابل توجه و کیسی که باید روش مطالعه کرد، چون جمهوری اسلامی تونست یکی از در حقیقت فناوری‌های مهم در زمینه تفکیک ترافیک داخل و خارج رو با طرح صیانت از کودکان و نوجوانان پیش ببره. طرحی که در اواخر دهه 90 مصوب شد و اپراتورها موظف شدن که سیم کارت هایی بدن که این سیم کارت ها فقط برای کودکان باز میشد، یعنی برای مخصوص کودکان بود و سایت هایی باز میکرد که به هر حال مورد تایید بود که کودکان بتونن استفاده بکنن و خانواده ها رو ترغیب میکرد که از این سیم کارت ها استفاده کنن. هم ایرانسل اینو داره الان، هم همراه اول اینو داره. بنابراین اگر قرار بود که صرفا از این مسیر وارد بشن میتونستن اینترنت رو آزاد بکنن و چون اون تکنولوژی رو دارن طبعا پدر مادر هم تشخیص میدن که برای بچه‌هاشون تا قبل از 18 سالگی سیم کارت کودکان و نوجوانان بگیرن. ولی این واقعیت اینه که خب ما میبینیم که اینطوری نیست دیگه، یعنی با وجودی که اون امکان فنی رو دارن همچنان اینترنت بسته است. البته وزیر ارتباطات یه جمله، وزیر آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات اسبق این جمله رو داره که کاربری آدم 8 ساله تا 80 ساله از یوتیوب متفاوته. این نگاه جمهوری اسلامی نشون میده که به هر حال انتظار داره به عنوان یک حکومت دینی که وظیفه خودش میدونه که مردم رو به بهشت ببره تشخیص بده که کی چی رو ببینه، کی چه چیزی رو نبینه. بنابراین این چیزی فراتر از وزارت ارتباطات یا مسئله اینترنت در ایرانه. اصل اساس نظام بر این مبناست، یا به اصطلاح خمینی اینها اومدن که مردم رو به بهشت ببرن، معنویت مردم رو در حقیقت تو چیز بکنن، بالا ببرن. بنابراین به خودشون اجازه میدن که تعیین تکلیف بکنن. این یه ماهیت جمهوری اسلامی فقط مربوط به اینترنت و وضعیت فعلی نیست. در همه سیستم، در وضعیت راه رفتن و لباس پوشیدن مردم تو خیابون بگیرید تا سینما، تلویزیون، مطبوعات، فرهنگ و هر اون چیزی که مربوط به بحث‌های اجتماعی بشه، جمهوری اسلامی این رویه رو داره. خیلی موافقم باهاتون. ضمن اینکه این صحبتی که مطرح کردین در مورد اینکه کاربری کودک 8 ساله تا پیرمرد 80 ساله ممکنه متفاوت باشه، اون هم باز در زبان کاربران طرفدار حکومت چرخیده. یعنی من بازم دیدم که مطالبی در همین باره طرفداران حکومت نوشته بودن. مثلا یکیشون نوشته بود که خیلی وقت اینترنت بدون فیلتر که به معنی باز بودن همه سایت ها و ابزارها نیست، برای بسیاری از شرکت ها و استارتاپ ها داده میشه و منطقی هم هست و همین کاربر هم همین نکته رو که شما گفتید باز اشاره کرده بهش و تکرار کرده که به گفته او معنا نداره بچه 8 ساله تا پیرمرد 80 ساله به یوتیوب دسترسی داشته باشن. باید ابزارها برای کاربران طبق نیازشون در دسترس باشه. خانم تحویلی، اما در این حال همین حکومت هر دفعه که با یک بحران جدی امنیتی مواجه میشه اینترنت رو قطع میکنه. یعنی ادعاش به بهش بردن مردمه، در واقع نگران امنیت خودشه، نگران دسترسی کاربران به اطلاعات هست، نگران پخش شدن تضییع حقوق بشری است که به طور گسترده در کشور جاریه. ببینید جمهوری اسلامی اگر میتونست، من مطمئنم اینو، کاملا اینترنت رو قطع میکرد و دقیقاً به خاطر همین بحث‌های امنیتی. برای اینکه درسته که اینها در حال فضای مجازی هم سیستم‌های سایبری خودشون رو دارن، ارتش‌های سایبری خودشون دارن و سیستم‌های تبلیغاتی خودشون رو دارن، ولی خب کل مطبوعات، صدا و سیما این پلتفرم‌ها رو هم دارن. یعنی اگر میتونست این کار رو انجام میداد. مشکل اینه که دیگه واقعا در دنیای امروز، مخصوصا الان با اینترنت ماهواره‌ای و پیشرفتایی که هست، همچین چیزی امکان پذیر نیست به شکل کامل. در مورد این مثال یوتیوب من فقط یه چیزی اشاره بکنم. خود این پلتفرم ها قبل از اینکه جمهوری اسلامی نگران این باشه که یک بچه 8 ساله چی میبینه در یوتیوب، خود اینها یه سری قوانین دارن که هر محتوایی که شما در فضای مجازی میذارید، مثلا در حال پلتفرم یوتیوب، اصلا برای کودکان هست یا نه و در تمام دنیا که افراد استفاده میکنن بله کنترل میشه و خود پدر مادرها وقتی که یعنی اکانت هایی که برای بچه‌ها ساخته میشه، وقتی رنده سنی در اینها منظور میشه، تازه اگر که اجازه داشته باشن که مثلا اکانت داشته باشن در یک پلتفرمی، اون وقت دسترسی اونها خود به خود محدود هست به محتوایی که میتونن ببینن. پس اینا بهانه‌ای بیشتر نیست برای این. ولی خب فیلترینگ همون جوری که شما اشاره کردین در واقع یکی از راههایی هستش که به شکل مستقیم جمهوری اسلامی میتونه نظارت داشته باشه و کنترل بکنه افراد رو. بسیاری از گزارش‌هایی که تا به امروز که داریم صحبت می‌کنیم بیرون اومده در مورد فیلتر شکن‌هایی بوده که اصلا معلوم نبوده چه کسی طراح اینهاست، از کجا وارد بازار ایران شده. بارها گوگل، پلتفرم‌های مختلف در مورد اینها هشدار دادن، گفتن اینها جاسوس افزار هست. مثلا
میکروفون، دسترسی به میکروفون میخواد، دسترسی به دوربین میخواد که اصلا در واقع در ماهیت یک فیلتر شکن هیچ ربطی نداره. خیلی از اینها رو خود جمهوری اسلامی تهیه میکنه. غیر از اینکه شما به این بیزینسی که پشت این هست هم نگاه بکنین متوجه میشین قیمت یک فیلتر شکن در ایران تقریبا 3 برابر یک بسته فیلتر اینترنتی هست. یعنی شما اینترنت بدون فیلتر شکن که به دردی نمیخوره. سایت بانک میتونین باش مثلا باز بکنین، اپلیکیشن های داخلی هست. وقتی که فیلتر شکن رو میخرین در واقع شما میتونین به دنیای آزاد تا حدی دسترسی داشته باشین. خب این تجارت هم پشت این به هر حال برای اینها درآمدزایی داره. غیر از اینکه میتونه کنترل بکنه. بله نه جملتون تمام کنید. غیر از که میتونه کنترل بکنه، ولی همونجوری که شما گفتین به خاطر حالا مقیاسی که وقتی در مورد ایران صحبت میکنیم اون سطح جمعیت وقتی که به بحران میخوره در واقع اون سیستم هایی هم که دارن کافی نیستن برای مانیتور کردن و فقط هم نمیترسه از اینکه اخبار از کشور خارج بشه، نگران این هست که چه چیزی هم داخل کشور میاد، برای همین کلا قطع میکنه. دقیقاً. با خود شما ادامه میدم خانم به تحویلی. شما بفرمایید که این وسط دولت چه کار است؟ پزشکیان از روزی که داشت تبلیغات انتخاباتیش رو پیش میبرد تا همین چند وقت پیش بارها و بارها در مورد آزادی اینترنت حرف زده. مثلا یکی از چیزهایی که همین 3-4 ماه پیش گفته بود و بعد داده بود این بود که میبایست شهروندان به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشند. من حالا دارم سعی میکنم که نوتی رو که در این باره داشتم پیدا بکنم که متاسفانه توی نوتام نیست، ولی چندین بار مطرح کرده این رو که امکان دسترسی آزاد همه مردم باید به این فراهم باشه. طبق گفته خود اون که توی حساب توییترش منتشر کرده دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردمه، به گفته اون نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصممه که اینترنت آزاد با کیفیت و فراگیر فراهم بکنه، اما هر روز خبر از حالا محدودیت جدید یا اعطای رانت جدید به طبقه ویژه‌ای داده میشه، از گروهی از روزنامه‌نگاران نزدیک به دولت گرفته تا نهادهای نزدیک به دولت تا نهادهای امنیتی و اون چیزهایی که نام برده شد در برنامه. همه اینها چیزهایی است که فقط به یک گروه خاص و طبقه خاص تعلق میگیره. اصولا دولت کجای این ماجرا ایستاده؟ در واقع هیچ جای این ماجرا. انقدر بحث اینترنت در ایران امنیتی هست که خیلی ربطی به دولت نداره. من یه مثال براتون میارم. عیسی زارپور وزیر ارتباطات در دوران رئیسی برای اینکه یه سری وبسایت ها، نه اینکه کلا رفع فیلتر بشه، یه سری وبسایت ها رفع فیلتر بشه، با همین کمیته فیلترینگ مکاتبه داشت. جوابی که بهش داده بودن به گفته خودش رسما این بود که به تو ربطی نداره. خب شما ببینید دیگه، وزیر ارتباطات اگر بهش مربوط نیستش که چه سایتی فیلتر باشه چه سایتی نباشه، وقتی کل اون کمیته دستگاه‌های امنیتی اطلاعاتی دستگاه‌های قضایی هستن، دقیقاً دولت کجای همچین چیزی قرار گرفته که حالا بخواد به شکل کامل رفع فیلتر بکنه؟ اینها در شعارهای اینها همیشه بوده. حالا پزشکیان جدیدتر هست، بیشتر تو چش هست، ولی از قبلتر هم اینا رو مثل شعار میدادن. حالا واتساپ 2 روز رفع فیلتر میشد، با تلگرام مکاتبه بکنن، حالا به دانشگاه تهران بدن، ولی مطمئن باشین در اولین بحران دوباره اون فیلترینگ سراسری و قطعی کامل حتما به وجود میاد. علت این که پرسیدم دقیقاً همینه، چون وقتی که موقع انتخابات میرسه، موقعی میرسه که سعی میکنن مردم رو ترغیب بکنن به نوعی به رأی دادن یا به حمایت از خودشون، اون موقع یه دفعه یادشون میاد که میتونن این کارا رو بکنن و هنوزم که هنوزه در مورد شعار میدن و حرف میزنن. آقای سارمی صحبت در مورد پلتفرم های دیگه مطرح شد، اشاره کردن خانم تحویلی به تلگرام. در مورد تلگرام هم صحبت‌هایی در این چند روز مطرح شده. یکیش این بود که نماینده مجلس از اردکان گفته که رفع فیلتر تلگرام نهایی میشه و مدیران تلگرام تعهد رو پذیرفتن و به گفته او مذاکرات در این باره به خوبی انجام شده. کسان دیگری هم اظهار نظر کردند. اصولا وضعیت با تلگرام کجاست؟ چی میدونیم در مورد رفع فیلتر تلگرام در ایران و این مذاکراتی که ازش حرف میزنند یعنی چی؟ دولت ایران چه شرط و شروطی رو برای اینا گذاشته؟ بله، خب ما تلگرام واقعا مسئله پیچیده‌ای هست دیگه. یعنی هم خیلی مهمه چون اصلاح طلبها در دوره روحانی با استفاده از این پلتفرم، یعنی زمانی که محدودیت داشتن، هم در انتخابات 92 هم در 94 با استفاده از این پلتفرم تونستن رأی بیارن و در 96 به خاطر مسائل دی 96 و فعالیت‌های کانال آمد نیوز اینو قطع کردن و در 97 هم در حقیقت به طور کامل فیلتر شد. همون موقع مشخص شد که در حقیقت در طول
طول 2 سال قبل از اون، یعنی 95 96، جمهوری اسلامی پیوسته داشته با پاول دوروف مذاکره می‌کرده و این مذاکرات احتمالاً سوژه‌اش همین چیزهایی بوده که اخیراً مطرح شده. ما میدونیم که اون زمان آقای دوروف یه توییتی کرد، این توییت در آرشیو اینترنت موجوده، که گفتش که جمهوری اسلامی به دنبال جاسوسی از شهروندانش بوده، برای همین اون مذاکرات به هم خورد. حالا وقتی به متن اون صحبت‌هایی که گفته میشه در این روزهای اخیر ادعا شده مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که خب خواسته ها ظاهرش که همون خواسته هایی که 96 97 داشتن. فضا هم به طور کلی امنیتی تر شده، یعنی جنبش زن زندگی آزادی اتفاق افتاده، بعدش عرض کنم قبلش دی آبان 98 اتفاق افتاده، بعدش جنگ ایران و اسرائیل بوده. یعنی اینها رو که میذاری کنار هم، فضا از 96 خیلی امنیتی تر شده، فعالیت های بیشتری از شهروندان در حوزه نکات امنیتی قرار گرفته، قانون جدید برای امنیتی بودن مسائل تصویب شده که هر چیز کوچیکی رو ممکنه به جاسوسی ربط بده و باز دوباره همون خواسته های قبلی مطرح شده. حالا ما باید ببینیم که واقعا تلگرام واکنشش به این چیه. یعنی اگر اینا واقعا عقب نشینی کردن از اون ایده هایی که 10 سال پیش 6 7 سال پیش داشته مدیر عامل تلگرام، چون اون شرکت هم شرکت کوچیکیه تلگرام، به خاطر اینکه پرسنل کمی داره و عملا پاول دوروف و برادرش آدمای اصلی شرکت هستن و همه چیز رو اداره میکنن، احتمالاً گفتگوها تا یه سطحی به مسائل شخصی برمیگرده. اگر واقعا اینا از اون ادعای آزادی و آزادی بیانی که مطرح کردن اومدن عقب‌تر، یه مسئله هست که خب عجیبه واقعا برای همچین آدمی که بیزینس میلیاردی داره در سراسر دنیا داره کار میکنه، اینطور خودش رو در حقیقت اعتبار خودش رو ضربه بزنه که خیلی حرف میزنه دوروف در مورد نقش دولت ها و اینکه وای دولت ها میخوان آزادی بیان رو محدود بکنن، دولت ها دخالت میکنن، از این اظهار نظر زیاد میکنه. ولی اگر پذیرفته باشه و اگر تلگرام رفع فیلتر بشه با وضعیتی که از جمهوری اسلامی میشناسیم، این به معنی همکاری مستقیمه. بله این ادعاها رو میکنه. واسه همین میگم که این متناقضه با اینکه تا آخر هفته این رفع فیلتر میشه. ممکنه که یه برنامه دیگه مطرح باشه با توجه به اینکه امروز صحبت پرداخت ببینید من نمیدونم چه برنامه‌ای، ولی اسم‌ها رو وقتی تو مجلس چیز می‌کنیم، ثابتی وارد این صحبت شده، صحبت از سیستم پرداخت بابک زنجانی شده، بعد اون شرکت نیکاپی که امروز تو مجلس صحبت شده، در حقیقت ما نگاه می‌کنیم به آمارش در روزنامه رسمی، می‌بینیم که ظاهرش حداقل ربطی به هلدینگ بابک زنجانی نداره. از این طرف دیگه قالیباف عصبانی شد دیروز تو مجلس در این مورد صحبت کرد. اینا رو که می‌ذاریم کنار هم، می‌بینیم که در درون جمهوری اسلامی در اون هسته سخت قدرت احتمالاً یک در حقیقت دیالوگی مطرحه که تلگرام یا وصل شدن تلگرام بهش که بخشی از اون جریان باجگیریه. حالا ما باید تا آخر هفته یعنی چی دقیقاً؟ ببخشید دقیقاً منظورتون چیه؟ ما نمیدونیم چیه، چون این هسته داخلی قدرت توش پوشیده است. ما فقط میبینیم که در بیرون داره یه اتفاقایی میفته. مثلا تو مجلس آدمای امنیتی در مورد این دیگه تلگرام توافق کرده که نیکاپی بره روی تلگرام و جمهوری اسلامی پرداخت‌های کاربران رو ببره این تو سال صحبت میشه، در حالی که مصوبه‌ای داریم در شورای عالی فضای مجازی که میگه دولت به هیچ وجه نباید روی پلتفرم‌های داخلی بره و از طریق پیام رسان‌های خارجی بره و از طریق پیام رسان‌های داخلی باید خدماتش رو ارائه بده. بنابراین یه آشوب و اختشاشی در لایه تصمیم گیری در داخل جمهوری اسلامی هست که ما باید خروجیش رو آخر هفته ببینیم. اگر از این شرکت نیکاپی چی میدونیم و چی شدی که راجبش تو مجلس حرف میزنن؟ اولا که ادعا شده که این مربوط به بابک زنجانیه. باز این ادعا در حقیقت حداقل در اسناد رسمی نمیشه به راحتی اثباتش کرد. ثانیاً گفته شده که پرداخت هایی که کاربران روی پلتفرم روی تلگرام قراره بعد از آزاد شدنش انجام بدن از طریق این شرکت داره انجام میشه. برای همین اینا میخوان که دارن فشار میارن که تلگرام آزاد بشه که بتونن در حقیقت کسب و کار خودشون رو رونق بدن. و گروهی هم به این بهانه ای که اینها دارن با فساد مالیشون مثلا میخوان از این وضعیت سوء استفاده کنن، مانع از رفع فیلتر تلگرام میشن، در حالی که به نظر میرسه که ماجرا ممکنه یه چیز دیگه باشه.
خیلی متشکرم خانم تحویلی. محور پایانی رو با شما پیش میبرم یا در واقع صحبت رو سعی میکنم در این بخش با شما به پایان ببرم. به نظر شما گام‌های دیگری که حکومت میخواد برداره در این زمینه چی میتونه باشه؟ یعنی دیگه در زمینه اینترنت چیکار میتونه بکنه؟ خود شما در صحبت اشاره کردید به محض اینکه اعتراضات دیگری رخ بده، ناآرامی‌های دیگری در کشور به وقوع بپیونده، اولین کاری که خواهد کرد اینه که تمام اینترنت رو قطع میکنه و این به معنی دوباره بسته شدن تمام درهای هر گونه اطلاع رسانی. در زمان جنگ 12 روزه اینها اینترنت رو قطع کردن، دسترسی به واتساپ رو قطع کردن که مردم دیگه نمیتونستن قوم و خویشای خودشون رو پیدا بکنن، اقوامشون رو نمیتونستن پیدا بکنن. اگر هر اتفاقی به شکل رخ بده، مثل جنگ دوباره‌ای با اسرائیل اتفاق بیفته یا هر چیز امنیتی جدی در کشور اتفاق بیفته، حکومت باز هم همین مسیر رو میره یا اینکه یک سازوکارهایی به هر حال تعبیه کرده که این وسط یک سطحی از در واقع دسترسی رو محدود بکنه و مردم عادی بتونن با هم دیگه ارتباط بگیرن؟ من فکر میکنم همین سیاست رو ادامه میده. حالا یکم تا شرایط یکم خوب هست، یکم اینور 2 سایت آزاد بشه، حالا تماس تصویری مثلا تماس صوتی تو تلگرام آزاد بشه، یکم فیلترینگ اینور برداشته بشه، ولی به محض اینکه اولین بحران به وجود بیاد حتما دوباره میبنده. فراموش نکنین در دوران جنگ 12 روزه فقط اینترنت نبود به شکل کامل قطع بود، حتی شرکت مخابرات تماس‌های بیرون از بیرون ایران به داخل ایران و از ایران به بیرون کشور رو هم بسته بود. یعنی شما تلفن ثابت هم نمیتونستین تماس بگیرین با ایران. یعنی یه قدم هم دیگه عقب‌تر اومده بودن، یعنی تا قبل از اون اینترنت بود فقط، دیگه این دفعه یه قدم هم عقب‌تر اومده بودن دیگه، بیشتر به فیلترینگ داشتن دامن میزدن. ولی خبر بعد برای جمهوری اسلامی اینه که تکنولوژی در این صف نمیمونه. اونا میتونن هر جوری که فکر میکنن هی فیلتر کنن و هی ببندن و اینترنت رو قطع کنن، ولی اینترنت ماهواره‌ای مخصوصا ورژن جدیدش که به زودی با تلفن همراه هم قابل دسترسی هست، در واقع دیگه پایانی خواهد بود بر فیلترینگی که جمهوری اسلامی انجام میده. نه فقط البته اینها، هر کشوری که فیلترینگ انجام میده برای اینکه پارازیت انداختن روی اینترنت ماهواره‌ای تکنولوژی میخواد که فعلا در دسترس کشوری به نظر نمیاد که باشه، هزینه‌اش بسیار زیاد هست و مثل همون بحث ماهواره‌ها و پارازیت انداختن که تا یه جایی پیش رفتن و بعد از اون دیگه موفق نشدن، در این مورد یکم سخت‌تر هم هست. و به خاطر پیشرفت‌های تکنولوژی و اینکه فراموش نکنین بسیاری از سندباکس ها و هاب های هوش مصنوعی داره به خاورمیانه میاد و جهان نخواهد پذیرفت که از نظر تکنولوژی اینها بتونن همچین کاری رو انجام بدن. البته اونها نه به خاطر خوبی خودشون برای فروختن حالا سرویس های مختلفی که در زمینه اینترنت دارن و حالا دسترسی به بازار ایران، ولی خبر خوب برای ما این خواهد بود که این تکنولوژی به هر حال پایانی خواهد گذاشت بر موضوع فیلتر. یکی از تلاش‌های، ببخشید این رو چون که در طی صحبت کم بهش اشاره شد ادامه میدم باهاتون در ادامه همین محور، یکی از مواردی که در موردش خیلی صحبت میشه همین بحث رانت و دسترسی طبقه‌ای برای بعضی از کسانی است که حالا با یک سازمانی همکاری میکنند، عزیز دردانه دولت هستند، به نوعی با نهادهای امنیتی همراه هستند و غیره. این دسترسیه در زمانی که دیگرانی به طور کامل ممکنه دسترسیشون قطع بشه هنوز ادامه خواهد داشت، یا این عزیز دردانه های طبقاتی به هر حال به نوعی تافته جدا بافته اینها هم دسترسیشون قطع میشه؟ ببینید بستگی داره از چه روشی برای فیلترینگ استفاده میکنن، ولی من چیزی که مطمئن هستم اینه که این سازمان‌های امنیتی اطلاعاتی لااقل در موقعی که تمام اینترنت هم قطع بود اینها دسترسی داشتن، برای که گزارش‌هایی که نتفلاکس و بقیه NGO‌هایی که مانیتور میکنن اینترنت رو در سطح جهان میدادن این شکلی بود که در کل کشور در واقع به طرف خاموشی بود، ولی نقاطی دیده میشد که هنوز دسترسی داشتن. و فراموش نکنید به هر حال اونها هم، حالا وزارت اطلاعات و عزیز دردونه‌های اینها هم میتونن به اینترنت ماهواره‌ای دسترسی داشته باشن، یکم هم براشون راحت‌تر هست چون هزینه سابسکریپشنشو میتونن بدن و به هر حال برای اونها هم به شکل داخلی هم به شکل خارجی معمولا همیشه یک روزنه باز هست. این مردم هستن که متاسفانه اول قربانی این سیستم ها میشن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از هر دوی شما. سحر تحویلی، پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات، و مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه دانش و فناوری. ممنونم از اینکه همراه ما بودی. سپاسگزارم از شما. و ما صحبت رو ادامه میدیم با عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که مهمان دیگر این برنامه هستند. خوش آمد میگم بهتون آقای ثابتی. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. مطمئنم که بخش زیادی از گفتگوی من رو با خانم تحویلی و آقای صارمی‌فر شنیدید. شما
قبل از این مبارک لباستون رو من تا حالا شما رو با ترکیب زرد و قهوه‌ای ندیده بودم، خیلی هم بهتون میاد. بفهمید که الان وضعیت در جمهوری اسلامی به چه سمتی داره پیش میره؟ یعنی عملا به نظر میرسه که خودش رو داره بیشتر شبیه کره شمالی میکنه. خیلی ممنون، با درود به شما و بینندگان برنامه. ببینید این پروژه جهانی عدالت هر سال میاد کشورها رو رده‌بندی میکنه بر اساس میزان قانونمداری و عدالت. در واقع ببینید آخرین بار پارسال که این نتایج رو منتشر کرد، جمهوری اسلامی در بین 142 کشور دنیا از لحاظ عدالت میدونید چندم بود؟ 128م بود. یعنی این فاشیسم شیعی حاکم بر ایران 15مین حکومت ناعادلانه دنیاست. اینجوری نگاه کنیم واقعا بهش. حالا همین این حکومت‌های تمامیت خواه مثل همون کره شمالی که شما مثال زدین به درستی، یا حکومت‌های دیگه، اینا یه اصلی دارن، میگن برای دوستانم هر کاری مجاز است، یا برای حامیانم برای دیگران قانون ملاک است. یعنی قانون مداریشون اینجوریه، حامی پروری میکنن به تعبیری. حالا توی ادبیات این حکومت‌های تمامیت خواه میگن این کاری که حکومت‌های تمامیت یا رهبر حکومت‌های تمامیت خواه میکنه در جهت جذب حامی که هی باید به اینا قضا بده، مثل اینه که خیلی تعبیر قشنگه به نظر بنده، میگن روی یه سیاه چالی نشسته که زیرش تو سیاه چال پر از مارهای سمیه، افعیهای سمیه که یا باید اینا به اینا هی قضا بده یا اینا رو باید بکشه و از بین ببره، وگرنه اینا میکشنش. کل این داستان جمهوری اسلامی، روسیه، چین، کره شمالی، اینا هم شما وقتی ببینید بحث بر سر همین تقسیم منابع حاصل از غارته. در واقع کل غارت سالاری، دوست سالاری، چون هدفش به قول آقای مایکل مندلبلوم که استاد سابق سیاست خارجی دانشگاه جانز هاپکینز هستن، چین، روسیه، جمهوری اسلامی به عنوان 3 نمونه شاخص دوست سالاری اسم میبره. میگه اصلا هدف از اینکه کسی تو این حکومت ها منصبی میگیره، مسئولیتی میگیره، همینی که در این غنایم شریک بشه، حالا تقسیم بشه دیگه در واقع. حالا اینجا میخوام بگم ما جمهوری اسلامی که نگاه میکنیم، یک طرفش نسب میبره به حالا فقه تبعیض‌آمیز شیعی، یه طرف دیگه‌ش هم نسب میبره و نسبت داره با مثلا چین و روسیه. به قول این آقای لوی دوکلن که سراسخوب پاریس بود قرن 19، یه جمله میگفت مسیح فقط پسر خدا نبود، خانواده مادریش هم آدمای متشخصی بودن. حالا این جمهوری اسلامی هم فقط اون قسمتش که به اسلام و فقه شیعی میرسه نیست که خیلی واقعا فاجعه است، اون قسمتش هم که به چین و روسیه هم میرسه فاجعه آمیزه. از دو سو در از نسب دارد این فرخنده پی. حالا چین رو شما ببینید یه چیزی من همینو میخواستم بهتون بگم، یعنی من اول صحبت اولیه‌ام در مورد کره شمالی بود، به این علت که خب یکی از بسته ترین کشورهای جهانه، یعنی دسترسی به اینترنت در کره شمالی یه معنی داره، در همین چین و ایران و کشورهای دیگری که خب خیلی رکوردهای بدی از آزادی بیان و دسترسی به اینترنت دارن یه معنی دیگه ای داره. حالا در مورد چین که شما اینقدر بهش اشاره میکنید، ببینید این سیستم امتیازدهی اجتماعی که بر مبنای اون اینها همه چیز رو برای افراد در نظر میگیرند، به نظر میرسه در ایران هم یک چیز مشابه اینها دارند. حالا الان در مورد دانشگاه تهران مطرح شده این دسترسی به یوتیوب بدون فیلترینگ، در صورتی که تمام 90 میلیون جمعیت ایران اگر هر کدومشون بخوان به یوتیوب دسترسی پیدا بکنن، قاعدتاً باید با فیلتر شکن برن یا به نوعی امکان دسترسی رو نخواهند داشت. در یک مقاله‌ای که یووال نوح هراری چند سال قبل در گاردین منتشر کرد که اتفاقاً جزو ترجمه‌های خود شما بود که من خوندم، یک اشاره کرده به روسیه و چین و روسیه و ایران و کره شمالی که اینها از چین دارن یاد میگیرن. اشاره مستقیمش به بحث استان سینکیانگ، میگه که به نظر میرسه سینکیانگ جایی که در واقع مسلمان‌ها رو توش به مورد شکنجه قرار میدن و در اردوگاه اجباری نگه میدارند و بهشون ناحقی‌های روا میدارن، میگه که به نظر میرسه سینکیانگ جای دوری است، اما در دنیای جهانی شده زندگی میکنیم
این روزها مأموران حکومت‌های گوناگون دسته دسته به سینکیان میروند تا این روش‌ها رو یاد بگیرند و این فناوری رو بخرند. ترکیب فناوری‌های انقلابی و ایدئولوژی‌های محافظه‌کار میتواند به ایجاد تمامیت خواهترین حکومت‌های تاریخ بیانجامد. در همین مقاله ایشون اشاره میکنه، میگه که شهروند خوب بودن در چین میتونه عملاً شهروند خوب نبودن، یعنی امتیاز کم داشتن از این در واقع امتیاز اجتماعی که دولت میده به شهروندان خودش، میتونه مجوز ورود به دانشگاه رو لغو بکنه، مانع خریدن بلیط هواپیما و قطار بشه براشون، میتونه حتی دسترسی به باشگاه‌های ورزشی رو برای اینها محدود بکنه، میتونه اجازه سفر به خارجشون رو لغو بکنه، وام ممکنه نتونن بگیرن. خیلی از چیزهایی که همین الان میبینیم حکومت جمهوری اسلامی داره انجام میده با شهروندان. شما میبینید یک کسی که اتهام تجاوز داره میتونه به راحتی به خارج از کشور سفر بکنه. یک هنرپیشه سینما که سوپر استار سینما ایران هم بوده، به خاطر مخالفت با دستورهای حکومتی امکان سفر شهر به شهر رو پیدا نمیکنه. شهروندان عادی همینطور امکان دسترسی به منابع مالیشون برطرف میشه، خونه هاشون رو میگیرن، مصادره میکنن، هزار تا بلا سر مردم در میارن، فقط برای اینکه اینها یا به چیزی معتقد هستن که حکومت نمیپسنده یا یک کاری انجام میدن که حکومت دوست نداره. بعد خیلی شما دیگه من چی ببخشید طولانی شد. گفتم یه بار حالا من جلوی شما این کار رو انجام بدم ببینین چه مزه‌ای میده. نه دیگه شما خیلی خوب توضیح دادید. من فقط در تایید فرمایشات شما یک حاشیه میزنم. فقط به همین دلیل بود که بنده عرض کردم که اون قسمت مادریش که به اسلام، پدریش که به اسلام میرسه که میشناسیم چه جوریه فقهشیه، این قسمت دیگه‌ش هم واقعا همینطوریه. یعنی ایدئولوژیش اگر از فقهشی و اسلام میاد، فناوری و این ایده های، یعنی مدرنیزاسیون این اگه فرض کنید ببین اگه این مدرنیزاسیون و صنعت نبود هولوکاست اتفاق نمی افتاد. یعنی شما همین که آقای حراری گفتن، یعنی شما یه ایدئولوژی مخوف دارید که میرسه به 1400 سال پیش، اما این فناوریه که به این قدرت میده که در ابعاد کلان و عظیم جنایت بکنه و نقض فاحش حقوق بشر بکنه. شما همین مثالی که به درستی زدید، شما ببینید آقا خامنه‌ای، من رفتم تو صحبت‌هایشون پیدا کردم، 22 اردیبهشت 1382 ایشون دیدار داشته با گروهی از دانشجوهای دانشگاه شهید بهشتی. اونجا یکی از این دانشجوها اومده نظر آقا خامنه‌ای رو پرسیده راجع به سانسور شدید اینترنت تو چین که فیلتر میکنن. ببینید دقیقا من جواب آقا خامنه‌ای، ایشون گفته که هر کشوری بنا به فراخور تمایلات و تفکرات و مسائلی که دارد آنها را، یعنی فیلترهای مناسب و لازم را کار میگذارد. این یک امر طبیعی است. یعنی از چین دفاع میکنه، الگو میگیره از چین. شما برید بخونید ببینید شی جین پینگ از همون اول راجع به اینترنت چی میگفته. میگفته اینترنت برای براندازی حکومت چینه، ما چون سر موضعمون ایستادیم اینا میخوان از طریق اینترنت ما رو سرنگون کنن. بدید آقای خامنه‌ای هم همین رو میگه فضای مجازی برای اینه که ما رو که سر موضع خودمون ایستادیم سرنگون کنن. چیزی میبینید دوباره توی مصاحبه دیگه‌اش میخونید، میگه که اگه دزد بخواد بیاد خونه شما چیکار میکنید؟ دیوار بلند میذارید، قفل میکنید. ما هم این فیلتر و اینایی که دیوار بزرگ آتشینی که داریم برای اینه. آقا خامنه‌ای هم همش همین داره صحبت میکنه که نفوذ نکنه. میخوام بگم یعنی ذهنیت همونه. حالا فناوری رو همینجوری که در مقاله ببینید کشور رو دارد با این وضعیت بسیار نابسامان اداره میکنن. اعتراضهای بسیار گسترده‌ای در همه طرف هست، مردم ناراضی هستن، 20 سال تحریم دارن برای کشور میارن، جنگ به کشور آوردن. توی همچین وضعیتی مثل همین قتل آقای سرلک، شما میبینید در یک استوری در اینستاگرام عکس علی خامنه‌ای رو آتیش زده و خب اعتراض کرده به فقر و مصیبتی که بر سر کشور آورده و تهش در روز بعد پیکر بیجان این رو به پسر بسیار جوان رو خانواده‌اش پیدا می‌کنند. یعنی در عین حال به نظر میرسه که به طور جدی از هر گونه اعتراضی، از هر گونه ابراز خشمی میترسن و یکی از راههایی که این دیوار بلندی که میگه برای محافظت خودشه، نه برای اینکه کس دیگه ای رو حفظ بکنه.
دقیقاً دیگه. شما همون 1984 جورج اورول رو که یادمون بیاد، دقیقاً همینه دیگه. کل اون دستگاه عظیم سانسور برای اینه که فقط یک کلان روایت حکومتی رو، اون برادر بزرگ رو همه بشنون، بقیه خرده روایت ها که میتونه همه رقیب باشه، در واقع همه اون ضد خاطراتی که با اون خاطره جعلی رسمی حکومت، حالا چه چین باشه، چه روسیه، چه جمهوری اسلامی، چه کره شمالی، همه اونا رو محو کنن، جلوشون رو بگیرن. در واقع اینترنت آزاد چیکار میکنه؟ اگه بخوایم از تعابیر هانا آرنت استفاده کنیم، کمک میکنه که هر فردی به مسئولیت شخصیش در برابر دیکتاتوری متحد بمونه. یعنی چی؟ یعنی بیاد در برابر تحمیل دروغ مقاومت بکنه، در برابر اون کلان روایت هژمونیک حاکم بیاد روایت‌های رقیب ارائه بده. خب حالا همینجا اگر یک کسی در یک همچین وضعیتی، در یک همچین جامعه‌ای، با یک همچین حکمرانی دسترسی به اینترنت آزاد پیدا میکنه، حالا ولو میخواد دانشجوی دانشگاه تهران باشه، استاد دانشگاه تهران باشه، عضو یک نهاد امنیتی باشه، مال اطلاعات سپاه باشه، بین اینا چه فرقی است؟ خیلی ممنون. ببینید نکته خیلی مهمیه. شما مگر ما یه اشتباهی خیلی وقتا میکنیم، میگیم این آخوندا مثلا کی میرن، یا این آخوندا کشور رو چجوری اداره کردن. ببینید بگیم آخوندا کی میرن اشتباهه. نه یعنی ایران رو جمهوری اسلامی و روحانیت اداره نمیکنه. یک سری کارشناس، یک سری کسایی که یعنی درجه ای از تخصص رو داره، اما مثل دکتر فاستوس با شیطان معامله کرده. یعنی واقعا اگه کشور دست احمد جنتی و نظارمون بود که 2 سال هم جمهوری اسلامی دوام نمیورد. ما اینو باید بپذیریم، واقعیت تلخیه. فقط هم تو ایران نیست، تو همه روسیه هست، چین هست، قبلا هم بوده، الان هم هست، که این اتفاقا کسایی هستن که با فناوری آشنا و تخصص دارن در خدمت این دو جشن. یادمون نره توی اون کنفرانس بدنام ونزی در آلمان که راه حل نهایی برای قتل عام و نسل‌کشی یهودیان رو دیگه ارائه کردن، شما میدونین نزدیک نصف کسایی که تو اون جلسه حاضر بودن PhD داشتن، دکترا داشتن. این جمهوری اسلامی رو هم احمد جنتی و علم الهدا و خامنه ای و حتی سلامی و ایکس و وای و زد اینا نیستن اداره میکنن، ابراروانیا و نظار اونان که اداره میکنن. و مشکل در اونجاست واقعا. یعنی اون چیزی که استالین میگفت روشنفکرا مهندس روحن، میگفت حالا ما باید این مهندسای روح خود اینا رو یه بار مهندسی کنیم ذهنشونو، که اینا بیان برن ذهن بقیه جامعه رو مهندسی بکنن. خب حالا آقای ثابتی، چون که میخوام خیلی هم بحث به درازا نکشه، 2 نکته است اینجا که خوبه که راجبش صحبت بکنیم. یک، بعضی ها ممکنه فکر کنن که خیلی خب من دانشجوی دانشگاه تهران هستم، حالا دسترسی به یوتیوب دیگه، حالا خیلی اتفاق خاصی نیست، شبم میرم خونه با VPN برمیگردم به دسترسی پیدا میکنم. مسئولیت این آدمه چه فرقی میکنه با مسئولیت اون آدمی که تو اطلاع سپاه داره کار میکنه؟ یعنی میخوام بگم جامعه خودش رو باید در قبال یک همچین فرصت‌ها یا ضد فرصت‌هایی که حکومت فراهم میکنه چطور ببینه؟ کسی که طرف حکومت وایساده، کسی که برای مردم قمه میکشه، به مردم شلیک میکنه، یه تکلیف داره. کسی که خودش ممکنه که جزو جمعیت ناراضی باشه که الان در داخل ایران داره زندگی میکنه، یه وضعیت دیگه داره. اینها از نظر اخلاقی کجا به هم میرسن؟ خیلی ببینید همین نکته است. یعنی نمیخوایم همه رو یه کاسه کنیم، خدا نکرده نامنصفانه بگیم همه نه، هر کسی به درجه خودش. در همون مثلا شوروی هم شما بخونید، یه کسی تمام قد در خدمت بوده، یه روشنفکر، یکی یه بیانیه‌ای رو امضا می‌کرده، یکی یه جمله‌ای میگفته، یکی یه جمله‌ای رو نمیگفته که کتابش منتشر بشه. مثال جالب بزنم، تو همین اوکراین اون موقع پایتختش خارکیف بوده، دهه 20 میلادی، آمده حکومت کمونیست یه مجتمع ساختمونی ساخته به اسم مجتمع یا ساختمان کلمه، چون اینا همه روشنفکر و هنرمند بودن، اینا رو اونجا جا داده بوده. یعنی دوره‌ای که قحطی و کمبود مواد غذایی بوده، این روشنفکرها و هنرمندا و نویسنده‌های طراز اول در یه محیط خیلی نسبتاً مرفهی زندگی می‌کردن، یعنی اون حامی پروری کرده. بعداً میدونید تو تاریخ به اون ساختمونی که اسمش کلمه بود گفتن ساختمون رنسانس معدوم اعدام شده. چرا؟ چون اون وقت دهه 30 میلادی که شد،
استالین عده زیادی از همین ساکنان این ساختمون رو یا بازداشت کرد یا فرستاد گولاگ یا اعدام کرد. یعنی همون شد دامی، یعنی اون همکاری خیلی ظریف و خفیف آخرش اونها رو هم در همون فهرست معدوم شدگان جا باختگان قرار داد. میخوام جواب سوال منو ندادید آقای ثابتی، ببخشید کاملا این مثاله رو متوجه هستم، ولی من به صحبتم در مورد این که یه نفر ممکنه فکر کنه خیلی خب حالا من یوتیوب بدون فیلتر ببینم، 100 تا فیلتر 100 تا پلتفرم دیگه هست که فیلتر هنوز، شبم ممکنه برم با وی پی ان بقیه‌اش رو نگاه کنم، ممکنه هم از کارتون ببینه، اصلا محتوای خیلی جدی هم نبینه، ولی این آدم از نظر اخلاقی در قبال جامعه بزرگتر ایران خودش رو دچار چه زوالی میکنه؟ چه وضعیتی رو برای خودش داره رقم میزنه؟ بر همین خب ببینید این همبستگی که ما میگیم، بریم کلمش رو توی زبون لاتین نگاه کنیم، obligatio dis solidum یعنی چی؟ یعنی دین جمعی، بدهی جمعی. یعنی در روم باستان اینجوری بوده، یه نفر نمیرفته قرض بگیره، چند نفر با هم میرفتن قرض میگرفتن، بعد تک تک اینا همه این بدهکارا در قبال باز پرداخت اون بدهیه مسئولیت داشتن. برید این شده ریشه واژه همبستگی. حالا این به چه معنیه؟ یعنی این جمهوری اسلامی اگه 47 سال دووم آورده، یعنی اگر بیشتر از آپارتاید و همه به غیر از شورای بقیه همه حکومت‌های تمامیت خواه قرار دووم آورده، نتیجه ضعف همبستگی بوده. یعنی ما قبول نکردیم که این جمهوری اسلامی چه به قدرت رسیدنش چه استمرارش نتیجه اینه که ما نفهمیدیم این قرض دست جمعی تک تک ما ایرانی هاست، همه ما مسئولیم در قبال باز پرداخت این بدهی. هی نیاییم بگیم که اون اینا مسئول بودن. دیدید که این یه چیزی میگم مثلا این روشنفکران که مسئول بودن، بقیه هم بودن، مگه اون میلیون آدمی که مذهبی بودن دنبال روحانیت بودن اونا مسئول نبودن؟ همه بپذیریم همه مسئولن، یعنی همبستگی، همه با هم پسش میدیم. یا یه جور دیگه هم میتونید نگاه کنید، ببین این جامعه مثل پیکر یه بدن یه انسانه، مغز داره، چشم داره، دهن داره، گوش داره، دست داره، پا داره، قلب داره، همه اینا داره. اینا همش باید با هم درست کار کنه تا ببین یه جامعه سالم ارگانیکه. هر کدومش کار نکنه کل بدن کار نمیکنه. اینجوری نیست که من فکر کنم من دانشجو دانشگاه تهرانم، من نویسندم، من هنرمندم، من فناوری بلدم، من فعلا این حکومت با من کاری نداره. اینم عرض کنم بدید آقای ایوان کلیما که اخیراً درگذشت خودش مبارزه میکرد با سانسور، یعنی تن نمیداد و نشریات زیرزمینی هم راه مینداخت سانسور اینا، اما یه بار پاش لغزید. خودش ایشون میگه این دخترم میخواست بره دانشگاه ثبت نام کنه رشته هنر، من گفتم اگه این منشور 77 معروف که میدونیم همه دیگه بعد از 12 سال به سقوط کمونیست در چکسلواکی آوردن ایشون امضا کنه، ایشون میگه برای یه بار من سستی گفتم اگر اینو امضا کنم این دخترم میخواد بره دانشگاه اینجوری، میگه من امضا نکردم، یعنی یه قدم رفتم عقب، باعث شد این حکومت تمامیت خواه چند قدم اومد جلو. چرا؟ چون میگفت اینا با خودشون فکر کردن آها این الان یه سستی در کارش افتاده، خوبه که این نقطه ضعفشه، ما این نقطه ضعف اینه که پیدا کردیم که دخترشه که تحصیلشه، همینو روش پافشاری کنیم و فشار. یعنی میخوام بگم در برابر حکومت تمامیت خواه یه قدم من برم عقب اون چند قدم میاد جلو. اینجوری نیست که من یه قدم برم عقب اونم 2 قدم مثلا بره عقب یا 1 قدم بره. خیلی خیلی متشکرم، ممنونم. یه نقطه من این وسط پیدا کردم که دیگه همونجا بایستم. خیلی ممنون، ببخشید که زمان کوتاه هست و ترجیح میدیم که در یه فاصله کمتری ببندیم. حالا باز دوباره موضوع پیش خواهد اومد، در خدمت شما خواهیم بود. سپاسگزارم از عرفان ثابتی، پژوهشگر فلسفه و جامعه شناس که مهمان این بخش برنامه بودن. سپاسگزارم از شما که ما رو برنامه رو در توییتر، اینستاگرام و یوتیوب میبینید. یوتیوب ما کانال پارس میدیا هست که خواهش میکنم اگر ممکنه سابسکرایب بفرمایید و اون زنگوله رو بزنید که بتونید برنامه‌های ما رو ببینید. سپاسگزارم از همکارانم که در تهیه برنامه من رو یاری میکنن، به خصوص آقای سامان رسولپور. سپاسگزارم از شما که همراه ما هستید و ما همیشه قدردان محبت و همراهی شما هستیم. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.